لحظه تصور کن کنارت یه جمعیت خندونه، فضا آرومه و همه چیز عادیه، ولی فقط چند لحظه بعد همون جمعیت میتونه آدم بکشه. نه جنگ نه جنون، فقط یه پدیده است که اسمش اثر جمعی. بریم به سال 1974 توی ناپل ایتالیا، روزی که یه هنرمند به اسم مارینا تصمیم گیره که از دیوونه کننده ترین اجراهای تاریخ رو انجام بده. اون میاد جلوی صدها نفر بدون هیچ حرکتی میایسته با یک تابلو کنارش، به این مضمون که من یک شیء هستم و به مدت 6 ساعت هر کاری خواستین با من بکنید. شما می توانید از همه این 72 شیء استفاده کنید و من هیچ مقاومتی انجام نمیدم و شما هیچ مسئولیتی ندارید. روی این میز 72 تا شیء گذاشته بود که شامل چیزهای خوب مثل نون، گل، عسل و اینجور چیزها و چیزهای بد مثل تیغ، چاقو و یک اسلحه واقعی با یک گلوله. همون اولش همه مهربون بودن، بهش گل میدادن، گونه هاشو میبوسیدن، در آغوشش میگرفتن، تا اینکه یکی تیغو برداشت، روی گردن مارینا کشید و با جاری شدن خون یه چیزی توی ذهن جمعیت شکست. نگاهاشون فرق کرد، خنده هاشون عصبی شد و اونا متوجه شده بودن که میتونن بهش آسیب بزنن بدون هیچ عاقبتی. کم کم اذیت‌ها و آزارها شروع شد. اونا اومدن روی سر مارینا آب ریختن، روی بدنش نقاشی کردن، با تیغ و خار بدنش رو زخمی کردن و لباسش رو پاره کردن و در نهایت یکی اسلحه رو برداشت، اونو پر کرد و روی سر مارینا گذاشت. و توی این قسمت بود که نگهبانا مجبور به دخالت شدن و مارینا رو از خطر مرگ نجات دادن. بین اون گذاشتن اسلحه روی سرش و مرگ فقط 1 ثانیه فاصله بود. بعد از تموم شدن اجرا، مارینا شروع کرد با چشمهای اشکبار و بدن خونیش بین اون مردم راه رفتن و به چشمهاشون نگاه کردن و گس وات چی میدید؟ میدید که مردم از نگاهش فرار میکنن، ولی از کاری که کردن پشیمون نیستن. مارینا بعدها گفت وقتی حرکت کردم دیدم مردم نمیتونن به من به چشم یک انسان نگاه کنن. اونا با من مثل یک شیء رفتار کرده بودن و واسه همین الان نمیتونستن به چشم یک انسان به من نگاه کنن، ولی من یک انسان بودم، یک زن، من واقعی بودم. و این فقط یک اجرای هنری نبود، این یک آزمایش واقعی از چیزیه به اسم اثر جمعی که توی اون مردم تبدیل به یک ورژن دیگه از خودشون میشن. حالا شما بگین اگه آدم‌های هنردوست یک شهر توی چند سال تبدیل به همچین آدم‌هایی شدن، آدم‌های گرسنه، خسته و ترسیده یک جامعه چطوری میتونن رفتار کنن؟ به نظرم خیلی وحشتناکتر از چیزی که الان شنیدید رفتار میکنن و یک اتفاق وحشتناکی رو رقم میزنن که هنوز روستایی که درونش این اتفاق افتاده خالی از سکنه است و بهش میگن روستای آدمخواران. بریم به سال 1870 اتفاقی توی فرانسه. توی اون سالها فرانسه با پروست توی جنگ بودن، قحطی و جنگ داشت مردم رو اذیت میکرد و مردم گرسنه و عصبانی بودن و دنبال مقصر میگشتن. توی روستای کوچیک اتفاقی یک نمایشگاه محلی برگزار میشه و یک فرد نجیب زاده به اسم آلن دومونی وارد میشه. یه نفر توی جمعیت داد میکشه که اون پروستیه، اون دشمنه، اون خائنه و این کل جرقه بود. باعث شد مردم دیوونه بشن، از خودشون خارج بشن، بهش حمله کردن و با مشت و لگد شروع کردن بهش آسیب زدن. اونها آلنو کشیدن، تنابی رو به یک درختی وصل کردن و سعی کردن اونو دار بزنن، ولی از شانس خوب یا به نظر من بدش اون شاخه میشکنه و آلن میفته پایین و نمیمیره متاسفانه. و بعد از این مردم تصمیم میگیرن که یک شکنجه وحشتناک رو پروسی که فکر میکردن خائنه، در صورتی که اون یک فرانسوی واقعی بود و قصد داشت به جنگ بره، اونا دیدن که با دار زدن نتونستن بکشنش، خشم و عصبانیتشون بیشتر و بیشتر شد و اومدن با ابزار کشاورزی شروع به شکنجهش کردن.
این شکنجه ها ساعت ها ادامه داشت تا اینکه تصمیم گرفتن اون رو زنده زنده وسط شهرشون بکشنش. اونها هیزم ها رو ریختن، آلن رو روی اون قرار دادن، بدن بیجون شکنجه شدهش رو روی اونجا قرار دادن و کبریتو زدن، آتشش زدن و مردم اون شهر که از گرسنگی رنج می‌بردن نونهاشون رو توی روغنی که از بدن آلن به خاطر سوختن ترشح میشد زدن و اون نون رو خوردن. و بله درست شنیدین، اونها روغن بدن مردی که زنده سوزونده بودنش رو خوردن. مردم روستا صحنه سوختن آلن رو با خوشحالی نگاه میکردن، انگار که چون یک عملی رو دارن همگی انجام میدن دیگه اون عمل یک کار وحشتناک نیست، یک جرم وحشتناک که کشتن یک آدم نیست، یک عمل عادیه که کل روستا دارن انجامش میدن. بعد از این ماجرا دولت از صدها نفر بازجویی کرد و 4 نفر توش اعدام شدن. اعتبار اون روستا هیچ وقت برنگشت به خاطر اینکه همه اون روستا رو به اسم روستای آدمخواران میشناختن و اون روستا الان خالی از سکن است. و اینجاست که میفهمی اثر جمعی فقط یک نظریه نیست، یک تاریکی درون همه ماست که فقط وقتی توی یک جمعی قرار بگیریم که دارن یک عمل خیلی وحشتناک رو انجام میدن روشن میشه و خاموش کردنش خیلی سخته. اثر جمعی به وقتی میگن که فرد توی جمع مسئولیت رو واگذار میکنه و دیگه نمیگه من، میگه ما داریم این کار رو انجام میدیم و اونجاست که وجدانش خاموش میشه. شاید با خودت فکر کنی اگه من اونجا بودم این کار رو انجام نمیدادم، ولی خب قطعا ما هممون یک نقطه تاریکی داریم و فقط باید وقتی توی اون شرایطش قرار گرفتیم اون موقع میتونیم قضاوت کنیم که آیا ما هم اونجا بودیم همچین اتفاقی واسمون میافتاد یا نمیافتاد. حالا یه سوال ساده ولی سنگین، اگه اون شب توی اجرای مارینا یا اون روز توی روستای اتوای تو حضور داشتی چیکار میکردی؟ نظرت واقعا خیلی واسم مهمه چون میخوام ببینم نظر بقیه راجع به همچین موضوعی چیه. و ویدیوی بعدیمون قراره در مورد اثر اطاعت از قدرت باشه و اینکه آیا ذهن ما در برابر افراد قدرتمندتر و با نفوذتر چجوری قرار عمل کنه و قرار بفهمیم که آیا پرستارای شهر که یکی از دلسوزترین آدمای شهر هستن توی همچین موقعیتی چیکار میکنه، کار درست رو انجام میده یا تحت تاثیر همچین چیزی قرار میگیره. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.